بود نبود یک بابا و یک نبیره بود. یک روز بابا با نبیره‌اش به خر سوار شده به طرفی آسیاب روانه شدند. مردم کوچگرد آنها را دیده مسخره کنان می گفتند: این نامعقولیه بینید، به بالای یک خرک میده دو کس سوار شدند. ناانصاف ها، در کجا این را دیدید؟ از کی این را شنیدید؟ در بالای یک خرک سوار شود دو مردک. بابا گپی آنها راست است گفته نبیره‌اش را از بالای خر فرآورد. اکنون بابا خرسوار ولی نبیره‌اش پیاده بود. کوچگردان این را دیده مسخره کنان می گفتند: این نامعقولیه بینید، مردکی کلان سواره می رود و بچه میدکک پیاده. این ناانصافی است. در کجا این را دیدید؟ از کی این را شنیدید؟ بابا رود سواره، نبیرش پیاده. بابا آنها درست میگویند گفته از بالای خر فرآمد و نبیره‌اش را سوار کرده با راه خود روانه شدند. کوچگردان آنها را دیده باز هم مسخره کنان می گفتند: این نامعقولیه بینید، جوانی تنصیحت خرسوار ولی بابای موی سفید پیاده می گردد. این ناانصافی است. در کجا این را دیدید؟ از کی این را شنیدید؟ بابا رود پیاده، نبیره‌اش سواره. بابا حیران ماند، چی کار کردن خود را ندانست. بسیار فکر کرد. در آخر خر را پشتواره کرده به نبیره‌اش گفت: انا راه کار را یافتیم. اکنون هیچ کس با ما گپ زده نمی تواند. این را کوچگردان دیده باز مسخره کنان با همدیگر می گفتند: این نامعقولیه بینید، موی سفیدی به درمان خر را پشتواره کرده است. این ناانصافی است. در کجا این را دیدید؟ از کی این را شنیدید؟ یک بابای بیچاره خر را کند پشتواره؟ تفو، گفت بابا، این کوچگردان مرا گرم کردند. در آخر بابا و نبیره‌اش خر را پیش کرده خودشان از قفا روان شدند. کوچگردان باز داد و فریاد برداشتند: این نامعقولیه بینید، خر را پیش کرده خودشان پیاده می گردند. همین هم گپ شد می. ای بابای موی سفید، گپی مرا بشنوید. خر برای سواری، این را باید بدانید. انا همین بود افسانه امروزه ما که به قلم مردم خلق تاجیک تعلق دارد. محرر مسئولش اکرامی نام دارد. با کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. شاد و فیروز باشید.